سوال دیگری که آمده است، بابا جان گفتند برای زنهایی که شوهرهاشون زنی دویم میگیرند سخنی گوید تا دلهامان کمی هم باشد آرام گیرد. خواهر ما کسی باشد سوالی کرده است که شوهرهامان زنی دویم میگیرند. خلاص وقتی اینها زنی دویم میگیرند ما بسیار ناراحت میشیم، بسیار غمدار میشیم. یعنی دیگر گوییم اکو حسابی که همون مزه زندگی و لذت زندگی دیگر باقی نمیماند. شما یگان سخنی گوییم که تا دلهای ما آرام گیرد. یعنی گویا که گوییم بر سر این خواهرای ما شکلی که بعضی آدم ها مصیبت به سرشون می آیند، بعد از ما خواهش میکنند که یگان صحبت کنیم که تا که همون دردی که ما داریم، همون مقصد فراقی که جدایی که ما از در مصیبت پیدا شده است کمی آرام گیریم. این خواهرها هم از ما همین سوال کردن. ولی من چی گفتنیم؟ خواهرای عزیز، اگر من برای شما از تمام آیت های قرآن، از تمام حدیث های پیامبر نازنین ما، از تمام قصه هایی که از ابتدا تا امروز بود، اگر همش هم که برای شما گویم، من گمانم همین است که این کاری نیست که در شما آرامش پیدا شود. در شما آرامش پیدا شود. زیرا که وقتی سفری که حضرت عایشه مادرمان وقتی پیامبرمان کجایی که سفر میکرد میگه قرعه اندازی میکرد. یعنی در بین خانماش یک مثل که یک چیزی را پنهان میکرد، هر کسی که میافت اگر همون همسفرش میشید. و در یکی از سفرها عایشه مادرمان میگه من همراه حفصه دختر حضرت عمر رضی الله عنه که اینم یکی از خانم های پیامبرمان بود. شما چگونه میدانین ابوبکر صدیق و حضرت عمر خسرهای پیغمبرمان بودند. حضرت عثمان و حضرت علی دامادهای پیغمبر. بعدن میگه وقتی در یک جا کجاوه میگن بالای شتر ده خانه های میساختن که یعنی براحت دو آدم در آمده در اونجا ایستاده میتونند. میگه حضرت حفصه حکایه میکند که من نگاه میکنم پیامبر بیرون میبراید، کمی مقصد مشغولیت هایی که دارد انجام میتید، آمده راست باز همون خانه عایشه دا میدراید. یک بار دو بار، بعدم بار دیدم که پیامبر از همون خانه که بالای شتر میسازند از او بیرون شد. من دویدم میگه پیش حضرت عایشه آمم. عایشه مادرمان در عمر از حفصه خورترک بود. میگه آمدم گفتم نمیشود که جای همون عوض کنیم، تو جای من رو من جای تو. میگه حضرت عایشه مادرمان قبول کردن. وقتی عایشه میگه من آمدم در جای حضرت حفصه ایستادم و حفصه در جای من، پیامبر میگه بازگشتش آمد و همون جایی که عایشه بود در آمد که حفصه را دید. عایشه میگن من از دور نگاه دارم. نگاه کردم مهلت‌های دراز با حفصه در اون داخل نشست. بسیار ناراحت شدم. شما ببینید خواهرای عزیز که حضرت عایشه چقدر آدمی مثال با ایمان بودن. اینها خانم پیامبر بودن. اینها در کنار پیامبر نازنین بودن. ولی اکو این حالت برعکس مثال یک چیزی هست که یعنی اینها معصوم نبودن. یعنی انسانهایی نبودن که تماما گناه نکنن یا تماما از اینها یگان خطا و اشتباه و کمبود مقصد انجام نیابد، بلکه اینها هم کمبودی ها داشتن، اینها هم لغزش ها داشتن. بعدا میگه بسیار ناراحت شدم تا چندی در داخل میگه همین گرمی زیاد چیدن گرفت و میگه پایان فرامدم میگه در گرمای روز بود،
بیابان، یک نمود خار میگه در همون داخل همون زمین های بیابان بود به نام ازخیر که اونها هم طریق خارهای توپ کلانند. بسیاری وقت میگه همین بعضی از همین حشرات ها از اون جمله همین مار میگه داخل همونها دمی در آمد تا که از شعله آفتاب نجات بیابد. وقتی که آفتاب تیزیش میگذشت بعد این حشرات ها از زیر این خارها بیرون میشدن. میگن من راضی شدم که پاهام و مقصد در زیر همون ازخیر در زیر همون خار گذارم تا بگذار مارم که باشد همون پای مرا گزدو، لیکن من طرف حفصه و طرف رسول الله نگاه نکنم. شما بینین وقتی این حالتی که از مادر ما عایشه، یعنی از زن این چیز وقتی رخ میتید، یا اینکه اگر سوره تحریم نگاه کنیم در قرآن از آیت یکمش وقتی پیامبر را ببینین برای چی بر خودش خوردن عسل حرام گردانید. در همین بینم بسیار از در باب نزول این آیت بسیار تفسیرهای هر زیله هست. یکی میگه از خانه زینب دختر جحش که یکی از خانم های پیامبرمان بود، پیامبر دائم عسل میخورد و میآمد. حضرت عایشه مادرمون قطعی حفصه هر دو مصلحت کردند که پیش تو هم که آمد بگو چه خیلی که از تنه تو یک بوی بد میاد، پیش منم که آمد منم همچنان میگم. پیامبر در یک حالت انداختن که حتی دیگه همون عسل که حلال کرده خدا بود حتی به خودش حرام خواندش که خدای مهربان پیامبر حتی بگیم که یعنی به یک طریق عتاب او که چرا آن چیزی را که خدا به تو حلال کرده است تو حرام میگردانی. در اینجا سبب های نزول های دیگر هم هست که گویا در خانه حفصه به ماریه قبطیه که یکی از گویم همون خدمتگارهای پیامبرمان بود که مادر ابراهیم بود، این وقتی که هم خوابه می شود حفصه که وقتی میگوید که مقصد این کار را باید در خانه من نمی کردی، اونجا حضرت حتی که مقصد نزدیک شدن به ماریه برای خودش حرام میگرداند و الله مهربان میگه برای چی تو آن چیزی را که حلال بود حرام گردانیدی. زین لحاظ یعنی بعضی حالتهای هست خواهرای عزیز که در حیات زنهای پیامبر، در حالت گویم زنهای اصحاب پیامبر گذشتگیان، یعنی تاب آوردن و طاقت کردن حقیقتا برای زنها خیلی و خیلی مشکل است. برای همین اکنون من برای شما مسئله را بیارم که دل شما آرام گیرد، یا اینکه مقصد که انا دیگر در ذهن تو همین فکر و همین کاروبار زن دویم شوهرت مقصد از ذهن دور رود. من گمان میکنم که این چیز امکان ناپذیر است، امکان ناپذیر است. حتی امروز یک برادر من همین روز سوال دادن که من میخوام زن دویم طلاق کنم. من برای چی؟ گو من چند داملا را پرسیدم برای من اجازت دادن. من خواهد که میلش کسی که برای تو اجازت میتهد، لیکن من تا امروز کسی را اجازت ندادم که نابسته و زن اول دارد زن دویم دارد. من اکنون نتانستم امروز کسی را گویم که زنها تانه طلاق کنید، زیرا که این بدترین حلال است، زیرا در این غضب خدا هست. میگد زیرا سببش همین است که زن دویم میگد که تا زمانی که تو زن یکمت هست من خودم خوشبخت احساس نمیکنم، خودم خوشبخت نمیشمارم. ببینین برای همین یعنی این مسئله ها در بین مردهایی که دو زن و یک زن دارند یا سه زن دارند، البته این مسئله های یک دیگر نافهمی در بینشون هست. زین نیاز خواهرای عزیز، البته این برای آنی که شما قلبهاتون آرام گیرد، شما باید زنهای خواننده باشید. شما خداتون اگر
میخواندین، شما خداتون اگر از آیت قرآن، از حدیث های پیامبر آگاهی میداشتین، خب در اینجا آرامش شما از اینجا پیدا میکردین، از اینجا پیدا میکردین. زیرا اگر من حاضر برای شما چیزی هم که گویم، میگوی خیلی اینم مرده، این طرفداری همون مردها را میکنن، با شاید که این خیلی بهاگذاری هم شما کنین. برای همین من پیشتر هم میگفتم که مردهایی که مثال میخواهند زنی دویم یا سیوم گیرن، برای زنی دویم و سیوم گرفتن باید که همه آمادگی ها را داشته باشند، همه فکرها را باید کنن، بعد مقصد اونها دست به این کار بزنن. زیرا که این بعد مشکلات ها و بعد سختی ها و هرچی پیدا شدن میگیرن. خواهرای عزیز، خداوند صبرتون تیادو. علای میروان مردهایی هم که به این کار دست میزنن، هیچگاه مقصد در برابر آنه که به زن دویم احترام میگذارد یا میل میکند یا محبت میکند، همون میل و محبت از زنهای اولشون هم کم نکنند. خدای مهربان توفیق تون تیاد.